رضوان الله تعالی علیه که وقتی که امام حسین شربت شهادت رو نوشید، چون مناسبت امشبه عرض میکنم، ببینیم کرامات امام حسین چی بوده است. مورخین نوشتن یک مرغی، حالا این مرغ چه بوده است؟ کفتری بوده، مرغی بوده، طائر نوشتن، آمد به طرف قبضگاه امام حسین و بالهای خودش را به خون امام حسین آلوده کرد، پرواز کرد به طرف یک مکانی. یه عده از این مرغ‌ها اینها یا کفترها نشستند و میخوانند عبارتی که علامه مجلسی نوشته است و امام صادق میفرماید فصاحت فی وجوههم، صدا زد ما لکم انتم هنا، شما چه هستید اینجا؟ هذا ابن رسول الله قتلوه عطشانا. این عبارته. والله که بگه آقا مگه مرغ حرف میزنه؟ چرا حرف نمیزنه؟ بردارید مگر امام زمان در زیارت ناحیه نمیگوید حضرت اسب امام حسین آمد به طرف خیمه ها که امام باقر میفرماید و هو یقول فی صحیله الهضیمة الهضیمة من امة قتلت ابن بنت نبیها.